در شهر دوشنبه مسابقه کشاد شهری اوید با جیوجیتسو برگزار گردید که در آن ورزشکاران در سه سن و سال نورسان، جوانان و کلانسالان فعالانه شرکت نمودند. این چاره‌بینی ورزشی در دایره تجلیل جشن بین المللی نوروز تشکیل و گذرانیده شد. تفصیلات بیشتر در گزارش نوبتی. مسابقه کشاد شهر دوشنبه با مقصد در سطح بلند تجلیل نمودن عید بین المللی نوروز و انتخاب بهترین ها برای شامل ساختنشان و هیئت یکچین مملکت با دستگیری فدراسیون ملی جیوجیتسوی تاجیکستان تشکیل و راهاندازی کرده شد. در مراسم کشادشوی مسابقه شهری روبرت فدراسیون مذکور و دیگر مهمانان و ورزشکاران اشتراک نموده هدف از تشکیل مسابقه مذکور را مسئولین در جلب هرچه بیشتر نسل نورس و انتخاب طرز حیات سالم و رشد دادن رشته جیوجیتسو در حدود مملکت ارزیابی کردند. طور اطلاع داده شد در سال 2020 این اولین مسابقه از روی ورزش جیوجیتسو محسوب می شود. در سال 2019 فدراسیون ملی جیوجیتسو در همکاری با کمیته کار با جوانان و ورزش بیش از 10 مسابقه سطح جمهوری شهری و یک چمپیونات جمهوری تاجیکستان را تشکیل نمودند. همزمان ورزشکاران این نمود در چمپیونات‌های جهان و آسیا و گراند پری و دیگر سبقت‌های سطح بین المللی فعالانه شرف تاجیکستان را حمایت کردند. در این چمپیونات کشاد شهر دوشنبه زیاده از 100 تا ورزشکاران بهترین ها از ولایت سوخت، از ولایت ختلان، از شهر نوی توبی مرکز و از شهر دوشنبه دستایان اشتراک کرده است. از این چمپیونات کشاد شهر دوشنبه برای به دست آوردن ورزشکاران شهر دوشنبه ورزشکاران بهترین به دور مرحلوی می باشد که برای راه‌آوری به چمپیونات جمهوری تاجیکستان و به چمپیونات بین المللی. در مسابقه مذکور ورزشکاران هنر و مهارت خود را بار دیگر سنجیدند. فعلا از جانب رهبری فدراسیون مذکور انتخاب بهترین ها برای مکمل نمودن هیئت منتخب جیوجیتسو جریان دارد و به هم آوردن ورزشکاران برای دریافت چهره های نو و با استعداد نقشی بغایت مهم خواهد بازید. در مسابقه کشاد شهری دوشنبه در دو وزن 46 کیلوگرم و 50 کیلوگرم اشتراک کرده شدم. در وزن 46 کیلوگرم سزاوار جای سوم گشتم و در وزن 50 کیلوگرم نوبت خود را انتظار هستم. دستپروران فدراسیون ملی جیوجیتسو در سال روان باید در یک قطار مسابقه‌های بین المللی اشتراک نمایند و خصوص ورزشکار امیدبخش این نمود عبادالله عبادوف باید در بازی‌های آسیایی میان نورسان که برگزاریش در مغولستان در نظر است اشتراک ورزد. من میخوام که در سال 2020 در بازی‌های آسیایی که در منگار برگزار می‌گردد من میخوام که در همانجا سزاوار جای اول گردم. همچنین بعد از آن که نمود ورزش برزیلی جیوجیتسو و بازی‌های آسیایی شامل کرده شد توجه به این نمود در عرصه بین المللی بیشتر گردیده است که این عامل مسئولیت دستپروران فدراسیون مذکور را در تاجیکستان باز هم بیشتر می‌نماید.